به کارگر خسته گفت آیا به شما نهار دادند؟ مسخره اش کردند. در دیدار با کودکان بهزیستی گفت کشتی ها را جمع کنید. مسخره اش کردند. گفت اگر بخواهید برای رد شدن از بین جمعیت مردم سریع رانندگی کنید و جان مردم را به خطر بیاندازید، خودم پشت فرمان می نشینم. مسخره اش کردند. گفت اگر لازم باشد 10 بار به یک استان سفر می کنم تا مشکل مردم حل شود. مسخره اش کردند. آخر هم در همین سفرهای استانی در یک نقطه دور افتاده بیش از 12 ساعت دنبال پیکرش گشتند. انسان بزرگ با رفتنش دیگران را شرمنده می کند. بدانند همه که در این عرصه به هیچ عنوان زخم زبونها ما را مثل استاد و بزرگمون شهید بهشتی از میدان در نخواهد کرد.